بخش 2.1 هدف اصلی از برنامه‌ریزی پشته مواد Material Stack Up در گردش کار PCB چند لایه در Altium Designer چیست؟ الف مدیریت چیدمان لایه‌های چاپی سیلک اسکرین در مناطق مسی. ب. تعریف فاصله پاک کننده ماسک لحیم solder mask or solder mask برای هر کلاس شبکه net class or net class. ج. تعیین ترتیب لایه‌ها، ضخامت و ویژگی‌های مواد. د. پیکربندی قوانین مسیرکشی برای زوج‌های دیفرانسیلی. پاسخ 1. ج. تعیین ترتیب لایه‌ها، ضخامت و ویژگی‌های مواد. برنامه‌ریزی پشته مواد Material Stack Up در Altium Designer برای تعریف ساختار فیزیکی لایه‌های PCB شامل مس، پریپرگ و دی‌الکتریک استفاده می‌شود. این کارعملکرد الکتریکی مناسب یکپارچگی سیگنال و استحکام مکانیکی را به ویژه در طراحی‌های با سرعت بالا و تعداد لایه بالا تضمین می‌کند. پیکربندی‌های پشته بر کنترل امپدانس و عملکرد حرارتی تأثیر می‌گذارند و تصمیمات طراحی و تولرانس‌های ساخت را شکل می‌دهند. برنامه‌ریزی صحیح بازتاب سیگنال را کاهش داده، تداخل الکترومغناطیسی EMI را کنترل کرده و ترتیب لایه‌ها را برای ساخت دقیق تضمین می‌کند. 2. چرا عملیات پرداخت ورق مس کاپر فویل تریتمنت در ساخت PCB در پروژه‌های Altium Designer حیاتی است؟ الف. برای افزایش رسانایی وایاز هنگام سوراخ‌کاری. ب. برای افزایش چسبندگی بین لایه‌های مسی و دی‌الکتریک. ج. برای برچسب‌گذاری خودکار شبکه‌ها در طراحی شماتیک. د. برای جلوگیری از اتصال کوتاه در صفحات تغذیه. پاسخ 2. ب. برای افزایش چسبندگی بین لایه‌های مسی و دی‌الکتریک. پرداخت ورق مس شامل ذبر کردن سطح و آماده‌سازی شیمیایی برای بهبود اتصال با لایه‌های رزین در فرآیند لامینیشن است. ابزارهای پیکربندی مواد در Altium Designer کیفیت چسبندگی مس را در شبیه‌سازی رابطهای لایه‌ای و خطرات انبساط حرارتی در نظر می‌گیرند. اتصال قوی از جدا شدن لایه‌ها در برابر فشار حرارتی یا مکانیکی جلوگیری می‌کند که برای یکپارچگی بردهای چند لایه حیاتی است. این فرآیند دوام طولانی مدت و عملکرد الکتریکی قابل قبول را در کاربردهای حساس مانند صنایع خودروسازی و هوافضا تضمین می‌نماید. 3. مرحله عمل‌آوری رزین اپوکسی Epoxy Resin Curing or Epoxy Resin Curing در تعریف فرآیند مواد PCB در Altium Designer چیست؟ الف. برای نهایی سازی لایه چاپی سیلک اسکرین روی مناطق مسی. ب. برای ایجاد وایاهای رسانا بین لایه‌های PCB. ج. برای سخت‌سازی شیمیایی رزین جهت پایداری مکانیکی و حرارتی. د. برای ایجاد پوشش‌های دی‌الکتریک ضد UV روی صفحات تغذیه.
پاسخ 3. جیم. برای سختسازی شیمیایی رزین جهت پایداری مکانیکی و حرارتی. عمل‌آوری رزین اپوکسی یک فرآیند شیمیایی است که در آن رزین مایع به یک جامد سخت و پایدار در برابر حرارت در لامینت PCB تبدیل می شود. در آلتیوم دیزاینر ویژگی‌های رزین عمل‌آمده هنگام شبیه‌سازی رفتار دی‌الکتریک و واکنش‌های مکانیکی تحت بار لحاظ می شود. عمل‌آوری صحیح عایق الکتریکی یک نواخت، پایداری ابعادی و استحکام اتصال بین لایه‌ها را تنظیم می‌کند. در صورت عدم عمل‌آوری مناسب، بورد ممکن است دچار تاب برداشتگی، جدا شدگی لایه یا خرابی دی‌الکتریک در حین کار شود. 4. هدف از ارزیابی ثابت دی‌الکتریک (Dielectric Constant) در انتخاب بستر PCB چیست؟ الف. برای بررسی یکنواختی ضخامت بورد در لایه‌های داخلی. ب. برای بهینه‌سازی کنترل امپدانس در مسیرهای سیگنال در طراحی‌های سرعت بالا. ج. برای افزایش مقاومت مکانیکی در برابر فشار خمشی. د. برای آزمایش استحکام چسبندگی مس در نواحی دی‌الکتریک. پاسخ 4. ب. برای بهینه‌سازی کنترل امپدانس در مسیرهای سیگنال در طراحی‌های سرعت بالا. ثابت دی‌الکتریک دیکی بر رفتار میدانهای الکترومغناطیسی در مواد PCB تأثیر گذاشته و مستقیما امپدانس مسیر را تعیین می‌کند. آلتیوم دیزاینر برای ابزارهای محاسبه امپدانس و قوانین مسیرکشی با امپدانس کنترل شده به مقادیر دقیق دیکی متکی است. مواد با دیکی پایدار در محدوده دمایی و فرکانسی یکپارچگی سیگنال را در مدارهای RF و دیجیتال پرسرعت تضمین می‌کنند. انتخاب صحیح دی‌الکتریک با دیکی مشخص برای عملکرد یکنواخت خطوط انتقال و کاهش اعوجاج سیگنال ضروری است. 5. چرا کنترل پایداری ابعادی Dimensional Stability or Dimensional Stability در ساخت PCB چند لایه در گردش کار آلتیوم دیزاینر اهمیت دارد؟ الف. برای جلوگیری از نشت جریان بیش از حد بین مسیرهای سیگنال. ب. برای تضمین یکنواختی عرض خطوط در فرایند فوتولیتوگرافی. ج. برای حفظ تراز لایه‌ها در طول چرخه‌های حرارتی و لامینیشن. د. برای خودکارسازی نگاشت شبکه شماتیک به لایه‌های PCB. پاسخ 5. ج. برای حفظ تراز لایه‌ها در طول چرخه‌های حرارتی و لامینیشن. پایداری ابعادی به توانایی بستر برای حفظ شکل و اندازه خود علیرغم تغییرات دما یا رطوبت اشاره دارد. آلتیوم دیزاینر از ویژگی‌هایی مانند ضریب انبساط حرارتی CTE برای مدل‌سازی و پیشبینی حرکت لایه‌ها استفاده می‌کند. مواد پایدار از بروز خطای ثبت در حین لامینیشن جلوگیری کرده و تراز وایه‌ها و مسیرها را در بوردهای چند لایه حفظ می‌کنند. حفظ کنترل ابعادی
دقت ساخت را بهبود می‌بخشد و از مشکلات یکپارچگی سیگنال ناشی از جابجایی لایه‌ها جلوگیری می‌کند. 6. تحلیل بازده تولید Manufacturing Yield Analysis در تولید PCB با استفاده از آلتیوم دیزاینر چه چیزی را مشخص می‌سازد؟ الف. شفافیت نوری پوشش ماسک لحیم. ب. تعداد بردهای قابل قبول تولید شده در مقابل معیوب‌ها. ج. حجم آبکاری مس مورد نیاز برای هر نوع وایا. د. محدوده فرکانسی قابل پشتیبانی توسط زیرلایه‌های دی‌الکتریک. پاسخ 6. ب. تعداد بردهای قابل قبول تولید شده در مقابل معیوب‌ها. تحلیل بازده تولید مشخص می‌کند چه تعداد برد از میان کل تولید تمامی مشخصات را دارا بوده و نرخ خطا را آشکار می‌سازد. آلتیوم دیزاینر بررسی‌های طراحی برای تولید DFM را ادغام می‌کند که به بهینه‌سازی چیدمان برای افزایش بازده کمک می‌نماید. این فرآیند نواحی پرخطری چون فواصل تنگ مسیرها، پوشش وایا یا فاصله ناکافی را شناسایی می‌کند. افزایش بازده هزینه تولید را کاهش داده، ضایعات را کم می‌کند و قابلیت اطمینان و سودآوری کل چرخه طراحی را بهبود می‌بخشد.